میدونستی که با سرمایه 2 میلیون تومان میشه روزانه از بازار طلا نوسانگیری کرد؟ امروز میخوایم با هم دیگه تحلیل طلا رو ببینیم. انتهای ویدیو در مورد نوسانگیری از بازار طلا مفصل صحبت خواهیم کرد. خب تحلیل طلا خیلی ساده است. همینجا بهتون بگم زیر مهد 2,200,000 تومان بهترین زمان برای خرید طلا، یعنی هر زمانی که اومد زیر مهد 2,200,000 تومان بهترین زمان برای خرید طلا و اگرم احیانا در چند وقت آینده رفت بالا 2,450,000 تومان، حتما یه نوسانی تا مهد 2,750,000 تومان به ما خواهد داد. پس حتما حواستون باشه. از نظر شخص من طلا خیلی حالا دنبال کننده دلاره و دلار به نظر من روند رنجی رو خواهد داشت، پس در نتیجه طلا هم یک روند رنج رو خواهد داشت، اما بهترین زمان برای خرید طلا بین بازه 2 میلیون تا 2,200,000 تومان، این پایینی که دارم براتون نشونتون میدم. پس حتما